این تصویر رو ببین. خانم سرتون رو در آقا کرایه رو برات پرداخت کردم. یه 100 تومنم برات پاداش زدم. محبت کرد. ببخشید دست خودم هم خالی بود. فعلا براتون بیشتر میزدم. این چه حرفیه خواهرم؟ یه دنیا ازت ممنونم. به قول یه بنده خدایی اگه خودمون به هم رحم نکنیم خدا هم بهمون رحم نمیکنه. یا علی. خیلی مخلصی. برو به امان خدا. خانم هوا سرد، اول شما بفرمایید. ممنونم. به قول یه بنده خدایی اگه ما خودمون به هم رحم نکنیم خدا هم بهمون رحم نمیکنه. قطعا همینطوره. ممنونم. آقا این 100,000 تومان کم داره. بذار دوباره نگاه کنمش. شانس دین خرید قدیمه. بیا قربونت. قربون سلامت. ممنونم. قربون سلامت. آفرین، خدا بهت برکت بده. خوشحالش کرد. ای بابا، به قول یه بنده خدایی اگه خودمون به خودمون رحم نکنیم خدا هم بهمون رحم نمیکنه. آفرین. علی آقا، اکبر آقا بنگاهی میگه مستاجرت اومده بیا برا قرارداد. الان میام. من برم وایس. یا الله. سلام. بفرمایید. خب چطورین خانم موسوی؟ اوضاع خونه ما چطوره؟ والا چی بگم علی آقا، شما که میدونید ما یه زن و شوهریم با یه بچه، ولی حقیقتا اکبر آقا به من زنگ زدن گفتن که کرایه 40% افزایش پیدا کرده. میدونم درست میگن ولی خدا شاهد درآمدام اینقدر افزایش نداشته. حقوق شوهرتون چقدر افزایش پیدا کرده؟ حدوداً 20%. خب اجاره رو هم همون 20% افزایش بدیم راضی هستی؟ واقعا؟ این که خیلی عالیه. الهی خدا خیرتون بده. به قول یه بنده خدایی اگه ما خودمون به هم رحم نکنیم خدا هم بهمون رحم. چیزی شده؟ حرف بدی زدم؟ نه آخه همیشه یکی از دوستام این جمله رو میگه. تعجب کردم شما هم گفتید. بنویس اکبر. پس ان شاءالله مبارکه. یک صلوات هم بفرستید. الله. از قدیم گفتن اگر خوبی کنی به خودت خوبی کردی و اگر بدی کنی اول از همه به خودت بدی کردی. این پستم برای دوستات بفرست که خوبی رو توی جهان رواج بدیم و جهان رو جای زیباتری برای زیست کنیم.